چه روزگارانی بود و چگونه گذشت تا اینکه در تیر ماه 67 قطعنامه پایان نبرد امضا شد، ولی جهاد تمام نشده بود. سید رضا، بچه‌های خط الان لنگ اینن. زود خودتو برسون به حاج حسن. باشه حاجی، خیالت راحت. برو به سلامت. یا علی. علی اکبر، تویی؟ دایی رضا من غلامتم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اما من از 4 صبح اینجا افتادم. نمیدونم میخوام باره نالوتی و چطور منفجر شده که هر جای بدنمو میخوام تکون بدم و نمیشه. دایی رضا، تو از زندگی و گذشته ای من خبر داری. میدونی یه عمری عشق خالکوبی و سر کوچه و محل وایستدن و زنجیر دور انگشت پر دادن داشته. اما نمیدونم یه هفته آخری و نمیدونم چطور شد. انگار یه نفر تو گوشم گفت علی اکبر، جای تو سر کوچه و محل وایستدن نیستا. بیا ببرم یه جایی که حتی تو خوابم نمیبینی. یا رضا، من انگار یه هفته است آدم شدم. چند روزم این بچه هاتون رو میبینم که بعد نماز صبحشون یه بار دیگه نماز میخونم. دیرو به یکیشون گفتم اما من نماز صبح چند بار میخونن؟ خندید و بهم گفت ای دومیو نماز زیارت عاشورا. یا برای امام حسین میخونه. دیشب با خودم عهد کردم که فردا زیارت عاشورا و 2 رکعت نمازشو بخونم. اما انگار امام حسین نماز برا نمیخواد. از 4 صبح اینجا افتادم. خاک بر سر من روسیا بکنن که لیاقت 2 رکعت نمازم برای امام حسین ندارم. خاک بر سر من روسیا بکنن. به خدا که تو رو سفید شدی علی اکبر. خاک بر سر من روسیا کنن که نمیتونم برات کاری کنم. سب کن بذار کمک بیارم. امدادگر یکی نیست کمک کنه. امدادگر سب کن بذار الان خودم ببندم. الان خودم چی شدی؟ علی اکبر چه بیشتر رو علی اکبر. سب کن بذار که میکشم این یا خدا چه اینجوری شدی علی اکبر. وایسا بذار منو دایی رضا، تو رو خدا دست به من نزن. هر جای بدنمو که دست میزنی انگار یه تیپچه ای داره ازش جدا میشه. نه دایی رضا، این دیگه به درد من نمیخوره. دایی رضا، ازت ممنونم که آبرومو حفظ کردی. نذار کسی بفهمم
از کسی بفهمه من کی بودم و چه گذشته ای داشتم. ای میخوای در حقم لطفی بکنی یا این سرمو به چرخون به سمت حرم آقا به بابا حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين صلى الله على سيد يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. یا ابا ای به قربون اون جلال و جبروتت برم که هر کسی طلبه شهادت باشه به آرزوش میرسونه. حالا یه نفر ممکنه بعد از یک عمر مجاهدت به این مقام برسه، یه نفرم مثل همین علی اکبر قصه ما روزای آخر جنگ میاد و از بقیه سبقت میگیره و شهید میشه. من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم. علی اکبر 8 سال تمام پیکرش توی بیابونهای شلمچه مهمون امام حسین بود. البته هنوز هم هست. بذارید ما هم به این وصیت این شهید والا مقام پایبند باشیم و نام و نشونش پیش ما به امانت بمونه. ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم.